میخواهم دانم که در رمضان نماز تراویح چرا ویتری واجب نویسند؟ ویتر را جماعت میخوانند با آواز بلند و در فرض الهیده میخوانند. سببش چی است؟ بله، در ماه مبارک رمضان نماز نافله را، عمومی نافله را، ویتر هم نافله هست، تراویح هم نافله هست، تهجد هم بینه در مکه و مدینه جماعتاً میخوانند. در ماه رمضان خواندن نمازهای نافله یعنی که اجازت است، امری مشروع هست. برای آنکه صحابه ها در حضور خلفای راشدین، مادرهای مومنان خواندند، هیچ کسی این را منع نکرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم وقتی که روزهای اول برآمده نماز می‌خواندند در مسجد، مردم آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم اقتدا کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار نکردند. لیکن در غیر رمضان آیا می توانیم جماعت شده خوانیم نماز تهجد یا ویتر را؟ اتفاقا نه. مثلا اتفاق میکنیم که بیایید اکمل جان همین شب نماز تهجد را 11 رکعت همراه جماعت شده میخوانیم، گوییم نه. لیکن شما آمده دیدید که من نماز خواندم، آمدید اقتدا کردید، اجازت است. برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز تهجد میخوانند که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کودک نابالغ بود، آمد در طرف دستی چپشان ایستاد، به خانه خالش میمونه به شب گذرانی آمد. به خانه خالم آمدم تا اینکه بینم که پیامبر صلی الله علیه و سلم شب را چگونه میگذراند. من به بری بالش خواب رفتم و پیامبر صلی الله علیه و سلم و خالم میمونه به درازه بالش خواب کردن. خانه های پیامبر صلی الله علیه و سلم در کوچه میکشیدید، پیامبر صلی الله علیه و سلم را در داخل خانه میدیدید. یعنی خوابگاه الهیده، مهمان خانه الهیده این خیلی نبود. آمدن در بری بالش من خواب کردم، نابالغ بود. برای آنکه در حجة الوداع به بلاغت رسید. پیش از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم سال دهم قد نه هست لیتون من به نزدیکی ها احتلام شده بودم، نه به بلاغت رسیده بودم. اون وقت به بلاغت نرسیده بود، در بری بالش خواب کردم میگد و پیامبر صلی الله علیه و سلم و همسرشان در درازه بالش خواب کردن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به نماز تهجد وقتی که خستن آمده از طرف چپی پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاد که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از گوشش گرفتند و به طرف راستشان گذاشتن. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار نکردن نماز جماعت را در غیر رمضان، اقرار کردن، فقط اتفاقا نبود. یعنی بدون اتفاق دیدید که یک انسان تهجد میخونه شما میتونه به آمده اقتدا کنید، اما در رمضان اتفاقا اجازت هست. خیلی خوب.